برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان، سلام و درود و بی‌پایان به شما تماشاگران گرامی ما. برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکت محمد با شما هستم. امروز در برنامه ما درباره برد و باخت پیوست‌شوی تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا صحبت میکنیم. همین پیوست‌شوی تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا هر سال داغ می شود. هر سال تاجیکستان را دعوت می کنند به این اتحاد، تاجیکستان عقب کشی می کند. اخیراً نورسولطان نظربایف، سابق پرزیدنت قزاقستان، دعوت کرد که در قطار چند کشور دیگری آسیای میانگی تاجیکستان نیز باید به این اتحاد پیوست شود تا اینکه شمار پیوست شدگان به این اتحاد زیاد باشد. تاجیکستان از پیوست شدن چی برد و چی باخت‌های دارد؟ برای چی تاجیکستان در پیوستن به این اتحاد عقب کشی میکند؟ در این باره امروز صحبت خواهیم کرد. امیدوارم پسند شما می شود. حالا شما باشید تگمه لایک را پخش کنید و اگر به کانال یوتیوبی ما آبونه نشدگی نیستید، خواهش میکنم به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید. نورسولطان نظربایف، رئیس جمهور پیشین قزاقستان، پیشنهاد کرد که تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا دعوت کرده شوند. این پیشنهاد نظربایف دیروز 19 آگوست در ملاقاتش با میخائیل میشوستین، سروزیر روسیه، در شهر نورسولطان صدا داد. نظربایف تاکید کرد که اقتدار اتحاد اقتصادی اوراسیا باید با وارد کردن اعضای نو تقویت داده شود و به اندیشه نظربایف 3 کشور آسیای میانگی کاندیدات‌های اصلی به عضویت می باشند. اتحاد اقتصادی اوراسیا حالا همگی 5 اعضا دارد که همه اینها از جمهوری‌های سابق شوروی هستند: روسیه، بلاروسیه، قرغیزستان، قزاقستان و ارمنستان. با وجود این که بسیاری ها به این نظرند تاجیکستان کشور سخت وابسته از روسیه است و حتی سیاست های داخلی و بیرونی اش را در مطابقت با این کشور تعیین میکند، بیش از 7 سال است که روسیه نمیتواند تاجیکستان را شامل این اتحاد دست ساختش سازد. تاجیکستان با این بهانه که باید سود و زیان دیگر کشورهای عضو این اتحاد آموخته شود، از عضویت خودداری میکند. شاید این یگانه تکلیف روسیه به تاجیکستان است که عملاً رد شده است. تاجیکستان تکلیف روسیه را رد می کند. سال نیست که این موضوع، یعنی عضویت تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا، از زبان مقامات رسمی یکی از جانبها صدا ندهد. از آخرین اظهار موقع رسمی در این باره رسا 1 سال گذشته است. ماه آگوست سال 2020 وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زاده به روزنامه‌نگاران گفته بود تنها پس از آموزش دقیق و موشکافانه و تحلیل درباره عضویت کشور به این اتحاد تصمیم گرفته می شود. سبب قاطعیت تاجیکستان در وارد نشدن به این اتحاد را تحلیلگران چی دولتی و چی مستقل و مخالف در یک چیز می بینند. این چی است؟ با وارد شدن به این اتحاد، تاجیکستان از همین چند کارخانه های استحصالی هم که دارد محروم می شود. چون که در بازار بزرگ این اتحاد رقابت کرده تاجیکستان نمی تواند. در داخل اتحاد بین کشورهای عضو باجبندی وجود ندارد و اندازه‌ستانی هم یک طرفه می باشد.
اختلاف نظر کارشناسان هم در این است که کارشناسان جانبدار دولت میگویند این تصمیم با در نظر داشته منافع کشور گرفته شده است، اما کارشناسان مستقل و مخالف به این نظرند که نه منفعت های دولت بلکه منفعت یک عائله روی میز است و دلیل هم میارند. میگویند که تمام بیزنس های بزرگ و تا حد میانه از جمله استحصالات از جانب اعضای خانواده رئیس جمهور امام علی رحمان مناپولی کرده شدند. یک عائله و در صورت وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا آنها بیشتر مناپولی هایشان را از دست می دهند. خانواده رئیس جمهور نه تنها مناپولیش را حمایت می کند بلکه از همسایگی با کشور عضو این اتحاد قرقیزستان سوء استفاده هم می کند. انیقترش سوء استفاده می کرد. مالهایی که از کشورهای اعضای اتحاد به قرقیزستان وارد می شوند توسط قاچاق به تاجیکستان وارد می سازد و مالهای صادراتی خود را که در کشورهای عضو باج ستانیده می شود طریق قرقیزستان صادرات می کند. بارزترین نمونه این قاچاق واردات سوزشواری از قرقیزستان با راه قاچاق بود که داماد رئیس جمهور شمس الله صاحبوف انجام میداد و طبق حساب ها نه کمتر از 100 میلیون دلار سالانه درآمد می گرفت. این سیستم بزرگ قاچاق آنقدر ریشه دوانده بود، تاثیرگذار بود که برابر قطعش در تاجیکستان بحران سوزشواری شروع شد. جانبداران وارد شوی تاجیکستان به این اتحاد که اساساً از مهاجران و قسماً مخالفان هستند به این نظرند که به خاطر سبکی به مهاجران که برای حجت گذاری و اجازه کار در روسیه حدود $1000 مصرف می کنند تاجیکستان باید عضو این اتحاد شود و دلیلشون هم این است که تنها از حساب مصرف حجت گذاری مهاجران حدود 200 میلیون دلار صرف می کنند که عملاً وارد تاجیکستان می شود. محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان که قبلاً ضد وارد شوی تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا بود اخیراً در یک برآمدش گفت که هرچند در دراز مدت به نفع تاجیکستان نیست پیوستن به این اتحاد، به خاطر سبکی به مهاجران بهتر است کشور شامل این اتحاد شود. شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان که از جانبداران وارد شوی تاجیکستان می باشد و در این باره در چند برنامه اش هم صحبت کرده بود، به این نظر است که وارد شوی به اتحاد به مناپولی خانواده ضربه میزند و سبب مقابلیت امام علی رحمان هم محض همین است که بیزنس خانوادگیش را نگه دارد. ببینید وارد شدن به این یا آن تشکیلات طرفهای مثبت و منفی خود را دارد. من وارد شدن تاجیکستان را به اتحاد اقتصادی اوراسیا بیشتر مثبت میبینم، چون که تاجیکستان یگانه کشوری هست که صادرات اساسیش این قوه مهاجران مهنتی است، قوه کارگری است که بر روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا همه ساله می روند و در آنجا کار و فعالیت می کنند برای بهتر کردن وضع اجتماعی آنها و بردوباش آنها در این کشور. امتیازهایی که در این سازمان به مهاجران مهنتی داده می شود این کمک می کند، چون اقتصاد کشور تاجیکستان از حساب پول روان کرده همین مهاجران مهنتی تاجیکستان است. و دیگر هم اگر ما طرف دیگر رو نگاه کنیم تا اندازه ای که اون مناپولیایی که در داخل تاجیکستان خانواده امام علی رحمانوف کرده است و مال اولیه را که آنها وارد میکنند و 2-3 مراتبه از نرخ خودش قیمتتر به مردم تاجیکستان زورن میفروشند،
این حداقل این монополи خانواده رحمانوف در تاجیکستان شکست میدهد و تا اندازه به روند آن سیستم монополи و коррупсионی که در داخل تاجیکستان هست در ساحه گمرک به آنها تاثیر میرساند که اینک فشار می شود. بعضی ها در این نظر هستند که اگر که تاجیکستان وارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود استقلالیت خودش را از دست میدهد. ببینید در اینجا ما در پهلویمان یک افغانستان جنگ زده داریم، در او پهلوی دیگر آن یک کشوری چین است که زمین های ما را گرفته ایستاده است با هر راه و واسطه و دسترسی به ذخیره های طبیعی ما کرده ایستاده است از راه коррупсионی. و از طرف دیگر روسیه است که بیشتری مردم ما در اونجا کار میکنند. من فکر میکنم که تکیه به روسیه و تکیه به اینها بهتر است از آنه که ما زیر سایه چین رویم و ما در یک جای قرار داریم که وابسته هستیم و استقلالیت پوره را نداریم. و خود رحمانوف یک به شرطی اگر بسیار دغل کرده گوییم یک марионеткаи روسیه است و هر چیزی که روسیه بالایش بخواهد اون را انجام میدهد. ما استقلالیت در زبان داریم و تنها در اینجا مقاومت بین وارد شدن نشدن تنها منافع اقتصادی خانواده رحمانوف ایستادگی است که با این دلیل و بیشتری کارشناسایی که در اطراف حکومت هستند میگویند که به منافع ملی و دولتی ما خطر ایجاد میکند. یعنی با این تکیه با منفعت‌های خانواده رحمانوف نمیخواهند که تاجیکستان وارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود. البته این به منفعت آنها نیست و زیر منفعت‌های ملی و دولتی زیر استقلالیت این را پرده پوش میکنند. البته وارد شدن به یک سازمان و خارج شدن از یک سازمان در همین شرایط این مشکل نیست. این هر یک کشوری که اگر در این سازمان وارد شود و فردا اگر که خواهد از این سازمان برآید هیچ مشکل نیست. چگونه که در اتحاد اروپا کشور بریتانیا از اتحاد اروپا بیرون شد و حالا مستقیما دارد دیگر وابسته اتحاد اروپا نیست، تاجیکستان هم میتواند وارد شود اگر ببیند که در اون وقتی که لازم نشد میتواند از این اتحاد اقتصادی اوراسیا برآید. این برمیگردد به سیاستمداران کشور، چون سیاستمداران کشور با دست خود روسیه است که قدرت آمدگی هستند و رحمانوف جنایت‌های خیلی بزرگ و عظیمی صادر کرده است که در دوران به سر قدرت آمدنش و هر لحظه ای که رحمانوف گپی آنها را گوش نکند این جنایت ها را پیش رو میارند و رحمانوف یک کاملا یک لختک در تاجیکستان است. و این خاطر با این لختک هر کاری که آنها خواهند میکنند. اینجا مسئله تنها منافع اقتصادی خانواده رحمانوف است که با دندانهای خود این مسئله را قبیله ایستاده است و منافع مردم و ملتی که در این شرایط میتونند آنها یک منافع، یک سبوکیا و یک حقوق اجتماعی برخوردار شوند. بنابراین رژیم رحمانوف خود رحمانوف نمیگذارد که تاجیکستان وارد اقتصادی اوراسیا شود و برای رشد اقتصادی هم میتواند یک کمک کننده باشد، میتواند برای جلب سرمایه و برای تشکیل جایهای کاری نو کمک نیز رساند و این باز برمیگردد به اون عقل و دانش و ذکاوت خود سیاستمداران که از این فرصت ها چگونه برای منفعت ملت و دولت خود استفاده میبرند. عبدالمنان شیرالیوف کارشناس مسائل اقتصادی به این نظرها راضی نیست. شیرالیوف میگوید شاید خود روسیه چندان مطمئن نیست که میخواهد تاجیکستان را در این اتحاد ببیند. روسیه ابزار بسیار قوی فشار بالای تاجیکستان را دارد. میتوانست با استفاده از آن در سال اول تاجیکستان را شامل اتحاد اقتصادیش کند. اما به این اتحاد هم تاجیکستان بیشتری مالهایش را از روسیه وارد میکند و با پرداخت باجها آن مالهایی که از کشورهای دیگر مثلا چین وارد میشوند در صورت وارد شویش هم تاجیکستان از روسیه نمیخرد. همچنین درآمد هنگفت از پتنت و دیگر حجتگذاری های تاجیکستان میگیرد. شاید تمام درآمدی که در صورت وارد شدن تاجیکستان به اتحاد روسیه خواهد گرفت
به درآمد از مهاجران میگرفتهش برابر نباشد. خب راستی من به اینکه وارد نشوی تاجیکستان تنها از خود تاجیکستان وابسته است چندان باور ندارم. نظرم این است که شاید خود روسیه چندان مطمئن نیست که میخواد تاجیکستان رو در این اتحاد بیند. زیرا روسیه ابزار بسیار قوی فشار بالای تاجیکستان رو دارد، این رو میدونه و میتواند با استفاده از این ابزارها حتی در سال اول تاجیکستان رو شامل اتحاد اقتصادی کند. اما از طرف دیگر ببینید که تاجیکستان به این اتحاد هم یعنی به واردشوی با آنها بیشتر مالهایش رو از روسیه وارد میکند و با پرداخت انداز باج‌ها به روسیه. اما اون مالهایی که از کشورهای دیگر مثلا چین وارد میشوند به تاجیکستان، حتی در صورت اینکه تاجیکستان به این اتحاد اقتصادی روسیه وارد هم شود، این مالها از روسیه خریده نمیتوانند. از طرف دیگر روسیه درآمد هنگفت خیلی زیاد از پتنت مهاجران میگیرد و شاید تمام درآمدی که در صورت وارد شدن به اتحاد از حساب واردشوی تاجیکستان به اتحاد میگیرد برابر به درآمدی نباشد که حساب مهاجران تاجیک میگیرد. البته چنین نیست که واردشوی تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا هیچ فایده به تاجیکستان با مهاجران نمی آورده باشد. دارد فایده، اما ضررهاش از فایدهش بیشتر است و حتی به سبکی که به مهاجران می آورد من طرفدار هستم که به مهاجران واقعا سبکی می آورد و مهاجران مبلغ زیاد صرف میکنند، اما متاسفانه این کار موقتی است. من مطمئنم که روسیه بعد مدتی حتی تاجیکستان وقتی وارد شد یا که حتی نشد هم بعد مدت این باج رو برای همه چی اعضا چی غیر اعضای اتحادی اقتصادی برمیگرداند، برای آنکه ببینید روسیه میلیاردها روبل از این حساب درآمد میگیرد و حتی یک بار اعلام کرده بودند که درآمدی که از پتنت مهاجران کوری گرفتند از درآمد نفت بیشتر بود. یعنی یک درآمد هنگفتی است که دست کشیدن از آن آسان نیست و هر وقت که روسیه به پول محتاج شد که همیشه هست، حتما این درآمد به یادش میرسد و راه پیدا میکند که از مهاجران مهنتی پول ستاند. وقتی که روسیه به پول مهاجران محتاج شد، یعنی پول برایش لازم شد، دیگر فرق نمیکند که عضو اتحاد است غیر اتحاد است. برای روسیه منافع خصوص اقتصادیش بیشتر از هر شریک عضو اتحادش میرسد و روسیه به نظر من چندان شریک مطمئن نیست که به این وعده ها باور شود و محض به خاطر همین وارد اتحاد شود. در دراز مدت این وارد شوی میتواند به اقتصاد تاجیکستان را که به نابودی قریب رسیده است کلا نابود سازد و تمام کارخانه‌هایی که حالا فعالیت دارند از کار مانند، برای آنکه قدرت مقابلیت رقابت با کارخانه‌های کشورهای عضو اتحاد را ندارند. به خصوص روسیه و قزاقستان و بلاروس اصلا ندارد قدرت مقابل است. تنها ارمنستان شاید در سطح تاجیکستان باشد و در نتیجه وابستگی تاجیکستان از روسیه باز هم بیشتر می شود و ابزار فشار روسیه به تاجیکستان افزایش می یابد و هیچ نتیجه مثبتی به نظر من تاجیکستان از وارد شوی به این اتحاد نمیگیرد. واقعا این حرف آخری عبدالمنان شیرالیف که گفت برای روسیه منفعت‌هایش از همه پیش می‌ایستد جان دارد. ببینید بعد انجام کرانتین ها اولین مهاجرانی که سبوکی کسب کردند مهاجران ازبک بودند. چرا؟ زیرا منافع روسیه تقاضا میکند به ازبکستان گذشت های بیشتری کند، اما قرقیزستان و عضو اتحاد بدون گذشت کردن هم از آن خود روسیه است. از ماه دکبر سال 2020 ازبکستان مقام کشور ناظر در اتحاد اقتصادی اوراسیا را به دست آورد. در صورت پذیرفته شدن ازبکستان به اعضایی این سازمان در آسیای میانه،
تنها تاجیکستان و ترکمنستان به این اتحاد نپیوسته باقی میمانند. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. سربلند و پیروز باشید، در پناه خدا باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.